امروز روز اول قوقا کردی به محله. امروز روز اول قوقا کردی به محله. از بالا میای کوچه به جل و بله. از بالا میای کوچه به جل و بله. رو خور به گردون گلوم هر دو چشما به دلم. رو خور به گردون گلوم هر دو چشما به دلم. تا به پیشم نیایی حل نمیشه مشکلم. بابا ما به بلا شما گواه افتادم مگه هر روز خوبه پیش شماشون کنم. لبه میره قوانبو شده. من نمیگم تو بگو. اشتی میگی لگی جنجوری خریعتی. باش دو تو مشتاق نمیزنه. نه تجی خیلی تجی بگم رفیق یه رفیق گپی به تو بگم قبول داری؟ قبول داری؟ قبول دارم ها. چی قبول داری؟ خب گپ تو چی میبینی؟ کدو گپه؟ من چه خبر دارم تو میگی؟ آها چی میکنی گلم؟ تو خودشون قسمتی نیست. نه تنه خورا قسمت چی کار میکنه؟ سر درخت نه بابا هیچ کس نیه بگو. تاجور لوا نه هیچ کس نیه. مرغدوزی چی؟ مرغدوزی شیری نه بابا نیمانیم سی کی بود جونه؟ سی تو سیمه مرغا کی بود جونه گلم؟ کی؟ مرغا کی بود جونه؟ بلا کی؟ مرغا کی بود جونه گلم؟ بگو کی؟ آه میری یا نمیری؟ میرم ها اشته نمیرم. یولیلا شرط دوی میاک تو. خوبه آه زبون زبون هزه بگم میگیم مال جعفریه سکا آه فجی من بخور بجی اه. بخور گشنهی بخور نوش جانتو بخور نصیب و قسمت تو بیره بخور بلگای لکه بخوره خب بگو مرغا کی رو بریم باشه بجونه؟ گای تو بخوره بلگای نیلیلا آه سلا نیلیلا مرغ داره یک مرغانه داره کتاب گل است میگه با یکی دیگه میگه من تیرون گلم من نمیرم. گردانم و من قدم نمیرم. سی تو سیمه نه لالا من نمیرم. بدون آدم گندیه گردامی که شریکی بابا نیه برم خیال بودم من بدیدم گفتن کجا میری نیلیلا اشتنی جانجیر تیار هستی گفتن کجا میری گفتن مایم برم من بزرگ سرا خسور خو که خسور ما چون ناجور ما چون اگه دروغ میگم انا ایت گفتم بخور پاک بخور بابا اگه مو مرگری تا مو مرغ به تا سرما میکشم. چه همو مرغی برو دیون گردن و من خودتو میبریم به جمع بازار میرفشیم چیزی که من میرم یک شب چی شد دوی میاک تو سیه دوی ما یک تو او خوبه بله برو دل جان باش دوی ما یک تو باش ها کلوشو بری نگی ها نه یک کمه نکنی. من میرم تا دالون قایم بشو خب بیا بیا من جلوی تر میرم تو برات میبیا. خب خوبه برو جلوشو تو جلوشو من پیرهداری میکنم خب الان من میام خوبه قایم بشو بجی اگه شد شیش هفتایی به کیسه ها کن لا زیر پلن داری کن تناش رفت مریا که یلی خودتو هم بگی با ما به دام افتون. خوبه خوبه بابا ایش کسیه ها برو ایلا رات برات نبیه که ما به نگیره کس من میگه میسکن دیگه دم دالون کسی نیاید برو جنگ ما به دام نفته کن. خوبه نفیر نه تشمش برو مردمه نه یا اینکه فعلا برفتیم ما به شکار مرغ ای با جون گردن و من باشی این مرغ از این میستون خود من میجام دیگه میرم به جمع بازار میرفشم بیلان همه بخواه یه لخیجی میکنم پاک پی همه پاک میخورم هرچی باشم یا ای بعد چیزی گردن و من باشه نیه بازه کادی رو میره از او بر بیره میشه مثل می عرقب هزار پایک بیره مثل هزار پایک بگیر تو نگاه کتو یه گیلک گفتم کاری بکردم که گیلک جلو روی کنه مر به دام مای بندازه و خاک خیر اون نمیتونه اخری و به این کار نمیکشه غیر از ما که ما برو مرغار گجون
امید به خدای مهر گیر ندن که گردن ما بند باشه. اگه به گیر بفته کن 7 پوست مر میکنم مثل پوست گوسالگی وری. چی باشو خود کله گردی حروم کو گیر نگو تو بیای خوبه. آنی بیا بخور دیگه مرگ شما بخورین اوکی مادر شما چیکاره؟ مرغ گفتی چیکار کردم؟ مرغ بردم از سرا. کدوم مرغه؟ همون خروس کلونه. تو پس به کجا بودی؟ تا خونه خور جارو میکردی کی بو برده؟ خب حالا با چکار کنم بگو گپ بخور بگو با چکار کنم بابا جان 10 دفعه بگفتم همیدمی که ما با در میشم به صحرا میام دم همی سرا رو وان نگذار دم سرا رو وان نگذار خب حالا من چکار کنم ایتا نفهمیدی که کی بودک بیامد مرغ را تا قفس به در کرد ببور قیافی و مثل قیافی کجیر بود خب تو صبر کن یک دفعه ببرم به پیش بیاریو من پیدا میکنم امروز اینا دیگه بیخکول باز دستلاف و پست ما کردم به زیدی عدست از اینا کی روز داره یلا کرد مرد گالی بگذار که ما برم به پیش بیاری برم خدای پاک تو زن رم گم کنه بابا در سرار بسته میکردی دیگه
من چکار کنم مالی؟ برو بپیشم یه همسایه خودی قلمقال کنم. چه به جنجال افتادم از دست عزیزم. آخه دیوانه شدم. به کل همسایه داری نمونده. سلام علیک نمونده. اما کنده اشتری خیریت بخیری. سلامتی چیکار خیریت اعصاب تو خراب بود. ایشته اعصاب خراب نباشه ما کنده. ما کنده. بله. شما همی بچه شما تاشون به تعمیدی میگرده. از این کوچه بزی کوچه، از این کوچه بزی کوچه، از این باغچه بزی باغچه. شما مقدار متوجه هستین که می بچه شما که بیکاره چه کار میکنه یا نه؟ چرا چه کار کرده؟ ایشته چه کار کرده؟ ایشته چه کار کرده؟ من به شما اناله میگم. قربان ناخته به سرامو همین تا مرغ خروسی همین تا مرغی وردشته به بغل خو کرده به در شده برفته زن به بدیده هرچم صدا کرده دیگه جواب نداده. ایرای همسایه داری نیه، ایرای سلام علیک نیه، ایرای رفاقت نیه. هم یک نرم خود شما انصاف کنیم همین بچه خور بفهمونیم بگیم بعد دیگه تا بکی یک روز دو روز تمام همین مردم دی اموال دست همین بچه شما به قالمقاله ما کندی. بله. همین دیر هیچ کس دست از این روز نداره. بازال دستاف به جون مکردیم شما. آیا همین بچه خور میفهمونیم یا نمیفهمونیم؟ منتها من یک چیزی به شما میگم هر چیزی زودتر بچه خور پیدا کنی که اگر مرغ ما گم شد 2000 روپیه تاوان نه. نیرولا جان همسایه منی احترام تو دارم فقط اولا که بام گپ زدن خوف هم مردوز نگیر مردوز نیم چی دوزی کردیم باز که بیخی به می گپ تو همین مرغ 100 روپیه 150 روپیه یک مرغ ارزش داره. چی میگیم شما ما کندید؟ همین تا مرغ 2000 روپیه قیمت شما میگیم 100 روپیه ارزش داره. من به 100 روپیه پیش شما می آمدم خود شما اینجا سر صدا میکردم. امروز طرفداری بچه خور نکنیم دیگه تا کی؟ تو حال اینجا قلمقال نکو من برم با خونه او رو ببینم از او پرسان میکنم اگر او همین مرغ تو برده بود یعنی خودی همی بیل 100 تا کلام شما از این میزنم. من میگذار به شما میگم که مرغک مر پس برداریم بیاریم به سرامو. اگر او برده بود چشم. خوبی چی؟ آنی مکو آخی ما به چیش ما خودزن بدیده بود که به چیش شما بیام و دعتا پس مرغ به در کرده برده. میگم یک چیز دیگه من شما پرسان کنم. همین بچه شما همین زرقتی نه درسته؟ همین به می اندازه می بچه شما دیگه به تعمید کینه. شما به من بگین. آخه کسی نیه. من وزی شد. آخه او میتونه مرغ ببره. یک دیگه 23 سال 24 سال سن دادینه. این شرم عیان نمیکنه تاثیر مردم داخل میشه. زن بچه مردم به تاثیر خونه. اینم شما فکر میکنیم یا نمیکنید؟ اصلا من فکر نمیکنم که این دوزی کرده باشه. این اصلا دوز نیه. من مقدار به شما گفتم مرغک من پس روز داره بیاریم. من بیشتر از این دیگه موسط ما و شما دیگیات میشه به خاطر همین مرغان. من به شما گفتم ما کندید. ما برم بیشتر از پرسان کنم باز ما برای تو خبر میدم. بلبل مشیار یارا یا قاجار خدا بگو بخیر چکاره بخیر بیا بخیر بیا چکاره بخیر بیا بیا استاد چطور میگی چکاره ما تو پرسان کنم سلام علیک نه سلام علیک ما تو پرسان کنم تو چرا به سلام آمده بودی با تو که به سلام بدی چرا مرغ برداشته بودی بردی تا قفا های چی های بابا نیرالله ما دوزیو دوزی مرغ چی کردی من بد کردم مرغ چی کردی مرغ گیلک جون گیلک جون ها گردن شما من دروغ نمیگم اشتا گیلک جون گیلک بیا برنگو تکجی گفتم گفتن بیا بریم همین مرغا نیرالله بونجوری نیرالله خلی آدم دو پیه ایما چون به من گفته بیده داری پیا تو میدون بیا برو همین بوجی ها کامارور دارک بیار به سلاما برفتم بیار نو سر مشیره ملیده دایی نداره ما هم سوختا رو میرم مرغا میجون خب اشته بوده که پزن مطور یکه دیده بوده گیلک نبوده خب برای گیلک تو گفتن تو برو کجی من تو بیای اون من رای که خودی نبود حال مرغ چی کردی؟
مرغی ها مرغ به دست گیلک به دست گیره دروغ کنه میگی اگه دروغ بگو میمونه بلا بگو نه دیگه تو نبینو برو بگه برو خودی گیلک هم تو کار دارم صبر بکو رنگا که تو بگو بخواد چه تو خود کله گنده خو بیا این رای میکنی که بیا مرغ تا سرم بجونه با خدا اگه تا پیش شده بدی صبر بکو تو سیکو تو کی برار ما چه کار میکنه نورالله که سر کلیو به یک شلغم نمیارزه به خاطر یک خروس مار بیامد بیا با مفتزکه دول خور با گردن خو انداخته چیشا خور پوت کرده دهن خو وا کرده هر چی دهن بیری میشه میگه که برار تو دوست زما چو شما خانوادگی دوستیم چه کار و فلانه یه گیلک تو بگیر می نمیایی اگه پست تو سیوا نکردم انجام تو هر چی مستی بگو این لی به لیاد اگه کار نداره ما فکر تو دارم ما خودتو گپ میدم آره باش که پیار که جیر بیام ما خودت گپ میدم صبر کن سلام علیکم سلام علیکم. دلیشتنی پیار بخیر سلامتی سلامت. خوشحالیم بشینیم یک دو دقیقه خیلی میگم ماما کندل جان شما چرا این متوجه به این بچه خونیم همین کاره؟ برار مرا از سر را بیرا کرده برفت مرغ نورالله بجونده بیاورد اینجا بیامد نورالله بیا با مفتزک همه یقیقه دادایی نمیکشید که برار تو کجیر بره تا مرغ بجونده همین کار خوبیت داره این برار ساده مکو سادیه نافهمیه همین کن نمیفهمه این بچه شما که 100 نفر به سر جو توش نمیبره پس میاره چرا همین بچه خود نمیفهمونه چرا این بچه خود نصیحت نمیکنه که این بر دست خود سر از زیغال به زیغال نکو دادا نورالله مرم بدیدن خودم هم سر صدا کرد خب سعی کنیم یک مرغ ارزش داره که نورالله بیا انان با ما و شما که بگفته خیره باشه تمام همین دیر میره چای میندازه که کجیر و گیلک برفت تا مرغ جون وای به کینه وای به منه که من برار گیلکم وای به شما نه که شما پیاره با کجیری آخه براش بچه من نمیکنه دوزی آخی میگه بگرفتم کجیره بزو گفتم که مرغ بجوندم دو چی بزو بزدم گفته گیلک هم خودی میبیده همه به می فکر رو میکنه این برار مکو فکری و به این کارا نمیکشه همین بچی هوشیار شما سر را بیرا کرده آخی او چغز چیزی آخی همون به چیزی قطعی نریم به فکری و برین که مثل ما و شما 10 تا به سر جو توش نمیبره پس میاره آخی گپ زدن به قط و قیافه کار نداره او خود تمام همین دیم و هوشیارتر داره اما چه کار کنم کندل آخی؟ سه سعی کنیم. اگر بچه شما به نصیحت میشه به نصیحت اگر به سیاست میشه به سیاست اگر به دو میشه به دو اگر به لد میشه به لد بالاخره این بچه خود بفهمونه این کارا فایده نداره این کارا خوبیت نداره به ما و شما کس نداره این کارا ابروریزیه به تعدی یک مرغ ارزش نداره که ما و شما بیا به مفتزه شیم نورالله گوش نه از او سیرش یاد نونه نمیکنه خب شما میگیم اور بزن آخی او خورتکه که مور بزنم ماما کندل شما هم ماشوری غل میزنیم بعد شما نه یک دم میگیم به چیم خورتکاکیه یک دم میگیم نور خورتکاکیه که بزنم با پا دوزی خورتکاکیه با پا زدن با کلونیه من نمیفهم چی رقم خودی شما چی رقم آدم گزاره کنه مونتا این دفعه میگذار به شما میگم اگه بچه خود میفهمونه بفهمونه این دفعه به می پلوشی که برار میگی لگ را میره اگه بچه شما دیدون که می پلوش را او رو میتونم میزنم که یک دانک نزنه با شما میرم اون نصیحت میکنم نصیحت کنیم بچه خود بفهمونیم خیلی برا ساده من سر را بیرا که ابرو شرف من و تعدی برختوندم بریم خدا حافظ خوش آماده عجب آدم این ماما کندل پاکی هم سرپی شده تو بچه خوریم رو نمیتونی کنترل کرده زور تو به بچه تو نمیرسه پس زور تو گی که کلونتر شد زور تو به تو میرسه همه زرد متوجه نه که این بچه به تاشون به تعمیدی بیکار میکرده این چه کار میکنه چه کار نمیکنه یا به سره عجوب انداخور گوسپندایل ببور یا به سره عجوب انداخ مرغ ببور یا به سره عجوب انداخ یک چیز دقیق خور بنده یا به باغ و باغچه ها مردم خور به وقت میوه بنده کجا بیدی؟ داشتم بخواه میته بگرده خب کجا بیدی از تو معلوم که من نیست رفتم که گفتم چه رسته کنم مثل که به تعذیب باخچه ماما دینومد مثل که دیشب
اگه من فکر کنم که من به خیالم شد خوام دیدم ویدیو نخوام مردم بگفتن که 6 7 تا شغال پیدا شده میتونه استا میدونی میره به سلام مردم یا نونار میخوره یا مرغال میخوره یا گوسفنده یا شکم و گوار پاره میکنه. من گفتم برو شغالا اگه زوره و میکشید و کشید به خاک که اگه نکشید شغالا رو میگه سلات کنم و خزه بلا بلد کنم. بگم خوب شد تا شما مرغان نورالله نجاندیم شغالان آماده نبرده بود اینا. خدا اگه نه بازار شما کساد میشد. آه حقیقتی بست. چی بیده مرغان نیلیلای ببرده دیگه شغالا؟ نه به شغالا نرسیده بوده. نه بابا. دو تا 2420 به تعزیدی هست بفهمیدی که شغالا جرأت نمیکنه به دیگه. ما بگفتم دیگه الان من برفتم اینجا گفتم اگه همه دیگه نبینیم اول حمله میکنم امی گوشه شغال میبینیم چیشا میگه شغال یک بار میبینی امی چشما خوری امی چشما خود چی شد سرقی شد سرقی که باشه پتر میدم چه چیزه. اصلا تو میفهمی که چی میگی؟ تعریف کنم به من عجق و جق میکنی معلوم هست که تو چی میگی؟ ها شغالا گفتم بگم گپ مفت و اله به اله به من نزنه. به که جیریت دیدی که برو اثر نورالله اینا مرغ بود جنه از کی؟ از کی؟ از تو مرغ دوزدم مرغ دوزی؟ پدر مرغ دوزی؟ نه من که اگه لنگه بیته بشه گیلک به تعمیدی ابرو شرف من نرزون تو دگه جاور افتاده بود که برفتی اثرا نورالله گوش نه مرغ جوندی. ما خیلی از کی بابا تا دی ابرو شرف دیشته هر دیگه به چی لکن دال ما ابرو شرف نداره تو بشی با ما ابرو نگاه میداری خور به باغ میندازی به باغچه میندازی و سرا مردم به مرغ دوزی میندازی خجالت که شرم کو حیا کو تو از این تنه خو خجالت نمیکشی. ما تاشوم جون مکنده و تعمیدی او داری و دگه تو تاشوم میته با خود تنه چطوره کردی میدوی پالزا بنجیرمی ها اگه لگه همی بیله میته با مغز سرتو میزنم بفهمیدی کار کوالده نه بنجیرمی ها و بانجونا و بیمیا و انگورا اندونا خربزا دیگه کی دیده که ما مرغ بجانم خود چی بومون به تعمیدی همی بلگا درختا هم بومون دکه بجونی خوردنی مرغه تو فروختنی پولای به تعزی شکمه تو فکرها خور میکنی به تعزی کلی تو اگه کوام هست به فکر ازی شکم خواستی تو بگذار که یک دفعه دیگه یکی دیگه بگه که گیلک به راه میرفتم و طرف ما گنده سیکده یا مر تلنگ داده با ما خودت تو جور میایم بفهمیدی بره بسته کنی با باغچه میری برات خوب وای 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 خجالت کرد